دوستان سلام، وقت همگی بخیر. امروز تو این ویدیو کوتاه قراره بهتون آموزش بدم چطور ربات معامله‌گری که ساختیم و در گذشته ازش بک تست گرفتیم رو در بازار لایو، حالا یا در حساب دمو یا در حساب ریل، چطور بتونیم ران بکنیم، اجرا بکنیم تا معاملات الگوریتمی رو از این به بعد برای ما انجام بده. برای این کار ما نیاز داریم به یک فایل ربات که اگر متاتریدر و متاتریدر ورژن 5 هست باید پسوندش EX5 باشه و اگر متاتریدر 4 هست پسوندش باید EX4 باشه. من این فایل رو از قبل آماده کردم، کات یا کپیش میکنم فرقی نمیکنه. از منوی فایل اوپن دیتا فولدر رو کلیک میکنم تا فولدر اصلی متاتریدر برامون باز بشه. در پوشه MQL فایل اکسپرت هم میتونم اینجا بکنم، هم یک فولدری از قبل درست کردم که به اسم نیو اکسپرت تست هست. کنترل وی، فایل من اینجا پیست شد. بعد از این کار باید وارد پنجره نویگیتور بشم که با کلید ترکیبی کنترل N میتونم فعال و غیر فعالش بکنم و یا از منوی ویو نویگیتور رو کلیک بکنم، وارد پوشه اکسپرت ادوایزر بشم، رفرش بکنم و همینطور که میبینید فایل مورد نظر اضافه شد. الان کافیه با درگ اند دراپ من فایل رباتم رو روی هر چارتی بندازم که همونطور که میبینید چارت یورو یو اس دی هست در حال حاضر، بندازم. پنجره تنظیماتش برای من باز میشه. یه نکته خیلی مهمی که هستش، حتما باید تیک آلگو تریدینگ خورده باشه. این تیک دقیقاً همین اجازه معاملات الگوریتمی هست که شما به سیستم میدید و وارد تب اینپوت میشیم، تنظیمات ربات رو ست میکنیم. این ربات رو در گذشته براتون کاملا تشریحش کردم که میتونیم بگیم با چند لات هر پوزیشن رو باز بکنه، روی کندل جاری باز بکنه یا روی کندلی که در واقع کلوز کرده، روی چه تایم فریمی کار بکنه که من تایم فریمش رو میکنم 1 دقیقه و تقاطع دو مووینگ اوریج مثلا 21 و 34 رو بیاد برای ما انجام بده با شیفت 0 متد سیمپل و بر مبنای کلوز پرایس. به محض اینکه من اجرا بکنم از این به بعد اگر تقاطعی از این دو مووینگ اوریج در چارت اتفاق بیفته، خود به خود سیستم برای ما وارد پوزیشن میشه. همونطور که میبینید در همین لحظه این اتفاق افتاد. احتمالاً تقاطع اینجا اتفاق افتاده، برای ما پوزیشن مورد نظر رو باز کرد و میبینید در حال حاضر توی سود هست و به محض اینکه این اتفاق برعکسش اتفاق بیفته و این دو مووینگ همدیگر رو به پایین قطع بکنن، احتمالاً این پوزیشن رو برای ما میبنده و پوزیشن معاملاتی سل برای ما باز میکنه. برای اینکه مطمئن بشیم این سیستم به درستی عمل کرده، کافیه که دو تا اندیکاتور با پریود هایی که ست کردیم روی چارت بندازیم. این تقاطع 34 مون و این تقاطع 21 مون که من رنگاشو عوض میکنم که بتونید متوجه بشین. همونطور که میبینید ما دقیقاً رو همین نقطه، دقیقاً در همین نقطه ما این دوتا ابزار همدیگر رو قطع کردن و اتفاقی که خواهد افتاد قرار برای ما پوزیشن معاملاتی بای بگیره و میبینیم که در این نقطه دقیقاً این اتفاق افتاده. اما حتما به این نکته توجه بکنید که تمام این اتفاقات زمانی میفته که این قسمت برای شما فعال باشه. من یه لحظه خیلی کوتاه ربات رو، یعنی تیک آلگو تریدینگ رو غیر فعال میکنم. ببینید رنگ کلاه ما به رنگ خاکستری در اومد. توی این شرایط اگر از اینجا بعد هر دستوری رو بخواد ربات اجرا بکنه، چون عملا ما این اجازه رو ازش سلب کردیم که بخواد این کار رو انجام بده، اون دستور در لحظه اجرا نمیشه. امیدوارم این ویدیو براتون مثمر ثمر بوده باشه و معاملات الگوریتمی موفقی داشته باشید.